كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادران اهل اسلام، من میخواهم برای شما از کتاب سوال و جواب فقه مذهبی حنفی بر شما پیشکش نمایم. به نام خدای بخشاینده مهربان. تعلیم اسلام بر اساس فقه مذهبی حنفی به شکل سوال و جواب. یکم: تو کیستی؟ جواب: من مسلمانم. دویم: نام دین مسلمانان چیست؟ جواب: اسلام. سیم: اسلام به ما چی می آموزد؟ جواب: اسلام این را می آموزد که الله یگانه است و فقط او شایسته و سزاوار بندگی است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بنده خدا و فرستاده اوست. قرآن مجید کتاب و قانون الهی است. اسلام دین برحق و راست است. اسلام تمام خوبی های دین و دنیا را به ما می آموزد. چهارم: کلمه طیبه چیست؟ جواب: لا اله الا الله محمد رسول الله. ترجمه: هیچ معبود بجز خداوند سزاوار عبادت نیست. محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است. سوال پنجم: کلمه شهادت کدام است؟ جواب: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ترجمه: گواهی می دهم که بجز الله کسی دیگر شایسته عبادت نیست و گواهی می دهم که حضرت محمد بنده خدا و رسول اوست. برادران، برای گوش کردنتان تشکر. باید هر یک مسلمان به این سوال ها جواب دادن تواند. باقی در امان الله باشید. خدا حافظ.